شید ببر بیان تو گفتی که ببر است شیر ژیان، درفش تهمتن به کف برگرفت، بماندن گردان از او در شگفت. برزو که آمد نعره رستم کجاست؟ فرامرز تو قلبگاه لشکره اینجا. رستم اون چادر اینطوری رستم نگاه میکنه. چه میشه؟ گرگین به فرامرز گفت فرامرز برو کار تموم. فرامرز را گفت گرگین گو که از این در به میدان برزو برو. تا اینه گفت گرگین تو برو جلوش یه حمله بکن، من ببینم این چجوری حمله میکنه، چجوری میجنگه، چجوری گرز میتابه، بعد من میرم. گرگین گفت من برم جلو این کسی که کتف رستم خوز کرده، من برم جلوش. فرامرز گفت برو نترس. گفت میرم به یه شرط، فرار میکنم چو بینی که از او رنجی آید به من، نباشی تو خاموش با جان و تن، به داد من برسی یا بگفت اینو باره به میدان فکن، به برزو بگو یلا هوشمند. اون دورا همچی کرد. چاشو به شور است از بهر چیست؟ بدین گونه این سرخه چشم چیست؟ چی میگی تا؟ مگر نام گرگین تو نشنیده ای؟ گفت پس چرا جلوتر نمیای؟ گفت این اسب دیگه نمیتونه هیکل من جلوتر بکشه.